سلام بر شما. اینک درس دیگری از درس‌های زبان روسی تقدیم شما می شود. در این درس ما درباره اینکه چرا جانشین‌های صاحبی به هنگام پیوست شدن با کلمه‌های ifade کننده زن و مرد شکلشان تغییر می‌کند، یعنی از هم تفاوت دارند صحبت خواهیم کرد. امیدوارم دفتر و خودکارتان را آماده کرده باشید تا محتوای این درس را بنویسید تا بعداً آن را تکرار کنید. و حالا توجه کنید به چند کلمه که با جانشین‌های صاحبی استفاده می‌کنیم. خواهر من در روسی میشود моя сестра. خاله من به روسی میشود моя тетя. دست من به روسی میشود моя рука. خواهر تو میشود твоя сестра. خاله تو твоя тетя. دست تو твоя рука. خواهر وی его сестра اگر مرد باشد و اگر زن باشد میشود ее сестра. خاله وی его тетя اگر وی مرد باشد و اگر وی زن باشد میشود ее тетя. دستی وی его рука اگر وی مرد باشد و اگر وی زن باشد میشود ее рука. همچنین اینجا شکل جمعی همین جانشین های صاحبی رو میبینیم که میشود مثلا خواهر ما наша сестра, خاله ما наша тетя, دستی ما наша рука, خواهر شما میشود ваша сестра, خاله شما ваша тетя, دستی شما ваша рука, خواهر آنها их сестра, خاله آنها их тетя و دستی آنها их рука. حالا همین جانشین های صاحبی رو با جانشین های صاحبی که در درس پیش با آنها شناس شدیم مقایسه میکنیم. حالا خواهر من میشود моя сестра، برادر من میشود мой брат. خاله من میشود моя тетя، پدر من میشود мой отец. دستی من میشود моя рука، چشم من میشود мой глаз. اگر توجه کرده باشید در این سه مثال اول جانشین صاحبی مایه شده است و در این سه مثال مقابلیان در این طرف مای شده است. اینجا هم خواهر تو твоя сестра و برادر تو твой брат. خاله تو твоя тетя و پدر تو твой отец. به نظرم بهتر است ادامهش رو در این جدول ببینیم. دستی تو твоя рука، چشمی تو твой глаз، خواهر ما наша сестра و برادر ما می شود наш брат. خاله ما наша тетя، پدر ما наш отец. دستی ما наша рука، چشمی ما наш глаз. خواهر شما ваша сестра، برادر شما ваш брат. خاله شما ваша тетя، پدر شما ваш отец. دستی شما ваша рука، چشمی شما ваш глаз. خواهر آنها их сестра، برادر آنها их брат. خواهر آنها их тетя، پدر آنها их отец. دستی آنها их рука، چشمی آنها их глаз. البته بهتر است که این جدول جانشین های صاحبی رو در دفترتان بنویسید و تکرار کنید تا اینکه آینده برایتان آسان باشد که چگونه آنها را در زندگی روزمره تان استفاده بکنید و تفاوت آنها را یاد بگیرید. همان گونه که در این مثال ها دیدید جانشین های صاحبی به هنگام پیوست شدن با کلمه هایی که مرد یا زن را ifade میکنند شکلشان از هم تفاوت دارد. مثلا هنگامی که جانشین های صاحبی با کلمه های ifade کننده جنسیت مرد پیوست میشن شکل آنها مای، твой، наш، ваш می شود و هنگامی که آنها با کلمه های ifade کننده جنسیت زن پیوست میشن شکل آنها моя، твоя، наша، ваша می شود. حالا برای شما این سوال پیدا می شود که چرا چنین است؟ چرا شکل آنها از هم تفاوت دارد؟ این موضوع البته از وجود مفهوم جنسیت در زبان روسی ریشه میگیرد. در زبان روسی اکثریت کلمه ها جنسیت دارند و حتی چنانه که در این مثال ها دیدید
حتی کلمه های مثلا روکا و گلاس که جنسیت طبیعی مرد و زن ندارند، اما از لحاظ شکل پیوست شدن خود با جانشین های صاحبی فرق میکنند. مثلا ما میگوییم моя рука یا که мой глаз، یا که میگوییم твоя рука یا твой глаз، یا که наша рука یا наш глаз. و ریشه این موضوع از کلمه های شروع می شود که نام اشیا، مخلوقات و تمام موجودات زنده و غیر زنده را در اطراف ما ifade می کنند. در زبان گراماتیکا یا در زبان صرف و نحو یا در زبان دستور این نام را اسم میگویند. یعنی اسم نامی همه موجودات است که در اطراف ما وجود دارد از نقطه نظر گراماتیکا. و اسم در زبان روسی سه شکل جنسیتی دارد: جنسیت مردانه، جنسیت زنانه و جنسیت خونسا. در زبان روسی جنسیت مردانه را مورسکوی رود میگویند، جنسیت زنانه را ژنسکی رود میگویند و جنسیت خونسا را سردنی رود میگویند. و حالا چند کلمه رو با هم میبینیم که مفهوم جنسیت در اسمها، در نام اشیا چگونه ifade می شود، چگونه ما میتوانیم معین کنیم که این یا آن کلمه جنسیتش مردانه است، زنانه است یا جنسیت خونسا دارد. اکثریت اسمهای جنسیت مردانه در زبان روسی با حرفهای همصدا یا سامیت تمام می شوند. مثل استول که معنایش برای تاجیکا معلوم است: دروگ رفیق، سنگ برف، ویتر باد، خولد سردی، گلود گرسنگی، نوش کرد، صد باغ، لیست ورق یا فهرست، برگ ساحل دریا، چلاوک انسان، ترود زحمت یا کار، راست قد یا قامت، موش شوهر و سسد همسایه. اکثریت اسمهای جنسیت زنانه در زبان روسی با حرفهای مصوتی ا یا یا تمام می شوند. مثل یدا غذا، گلوا سر، трава علف، گرا کوه، земля زمین، родня خیش، زمیا مار، فامیلیا اسم خانوادگی و ویزا روادید. اکثریت اسمهای جنسیت خونسا با حرفهای مصوت یا صداناکی آ، ی و یا تمام می شوند. مثل сонце آفتاب، детство کودکی، море بحر، کافه در زبان ما هم کافه میگویند، окно پنجره یا تیریزه، лекарство دارو، варенье مربا، желание خواهش، ружье تفنگ و کاپیو نیزه. توجه کنید که کاپیو می نویسیم اما کاپیو تلفظ میکنیم. البته این قاعده هایی که ما در اینجا ذکرشون کردیم درباره جنسیتی کلمه ها در زبان روسی مطلق نیستند. بعضا کلمه هایی هستند مثلا که جنسیتی مردانه هستند اما مثل جنسیتی زنانه با ا یا یا تمام میشن، یا جنسیتی خونسا یا میانه دارند اما با حرف یا تمام میشوند. اما در باره این قاعده ها به تدریج در درس های آینده برایتان ما اطلاع خواهیم داد، زیرا نمیخواهیم که بسیار بالای شما این درس ها فشار آورده باشند. دوستان گرامی، امیدوارم این درس خوشتان آمده باشد و اگر خوشتان آمده باشد زیر آن لطفاً در یوتیوب لایک بگذارید و اگر خواهش داشته باشید کانال ما را امضا کنید، عضو کانال ما بشوید و پیوند این درس‌های ما را همرسانی بکنید، یعنی در اختیار دوستان و نزدیکانتان قرار بدهید
که اگر ضرور باشد برایشان این درس ها را دنبال کنند و محتوای آنها را یاد بگیرند تا در زندگی روزمرهشان این درس ها برایشان کمک کرده باشد. موفق باشید.